السلام علیکم تماشابینان، امیدوار هستم که صحت و سلامت هستید. این شبکه شامگاه دوشنبه می باشد و من رستم آفتاب‌گربه می باشم. دوستان عزیز، امروزه برنامه ما برنامه اندیشه می باشد و عاید موضوع استقلالیت نعمتی بی‌بهاست. ما صحبت میکنیم. تاریخی اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در سخنرانی‌های خود قید می‌کنند ما جوانان آینده ملت هستیم. باید ما جوانان ذره هم باشد در پیشرفت و رشد جمهوری تاجیکستان صاحب استقلال باید سهم خود را گذاشته باشیم و چنانه که به شما معلوم است بینندگان و شنوندگان، ما در پیش 29 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان را جشن خواهیم گرفت. ثمره اینه که استقلال است که امروز تاجیکستان در دنیا چون دولتی صلح‌خواه و صلح‌پرور شناخته شده است. تجربه صلح تاجیکان منبع آموزش صلح‌خواهان جهان گشت که این باعث افتخار هر یک قومی تاجیک ملت است. ما باید از این ملتی برومند ببالیم و برای باز هم مشهورتر گردیدن آن سهم ارزنده خود را گذاریم. ما جواباً با دستگیری‌های دولت و حکومت وعده می‌دهیم که برای پیشرفت دولت وطن عزیزمان در عرصه بین المللی تاجیکستان عزیز را معرفی خواهیم. نمیگیرم 200 روم واشنگتن و یک سنگی سیاهی تاجیکستان. چون از مصرهای شاعر خلقی تاجیکستان قطب کرام برمی آید، یعنی مفهوم ملت میهن در وجود هر یک باشنده این خاک، این سرزمین، این بوم نهفته است و در پیشرفت و آبادانی این ملتی بزرگ سهمی به اندازه خود را میگذارند. ما با دست آوردن استقلالیت همین آن بزرگی‌های را به دست آوردیم که در طول تاریخ آرزوی هزاران و هزاران بود. ما توانستیم صاحب هزاران و هزاران کامیابی‌های بزرگ در طول این 29 سالی استقلالیت کردیم. از آن جمله ما توانستیم که مقدسات ملی خود را به جهانیان اعتراف نماییم. با زبان ملی خود در هزاران و هزاران چهاربینی‌های سطحی بین المللی زبان خود را با زبان خود برآمد نماییم، پیشنهاد نماییم. استقلالیت دولتی و ما آن بزرگی‌های را با به دست آوردن استقلالیت صاحب گشتیم که جهانیان به استقلال ما با نگاه نو، نظری نو می‌نگرند. استقلالیت دولتی بزرگترین نعمتی این ملتی بزرگ می باشد. توی بود و نبودم ملتی من، توی صوت و سجودم ملتی من، سرودی عمری من پایان پذیرد، تو میخوانی سرودم ملتی من. ما در وصف استقلالیت و بزرگی های استقلالیت هزاران مصرع‌های شعری ایجاد نماییم و چندین هزاران سخن‌های بزرگ و آن گفتنی‌های بزرگی که در بزرگی این استقلالیت را معنیدار می‌نمایند گوییم کم است، چون که استقلالیت به ما آزادی داد، بزرگی داد، ما را دوباره احیا نمود. ما با به دست آوردن استقلالیت دولتی و پیشروی‌های زیاد نایل گشتیم. خصوصاً شهر دوشنبه نسبت به سالهای 90 عصر گذشته با پیشروی‌های زیاد نایل گشته است که کلاً شکل خود را دیگرگون کرده است. مثلا با ساخته به استفاده دادن کتابخانه ملی، آثارخانه ملی و قصر ملت میباشد و چندین باغ‌های فرهنگی فراغتی و در ساحه معارف و تندرستی میباشد که با حسن شهر تراوت تازه را بخشیده است. ما باید از این ملتی برومند ببالیم و برای باز هم مشهورتر گردیدن آن سهم ارزنده خود را گذاریم. ما جواباً با دستگیری‌های دولت و حکومت وعده می‌دهیم که برای پیشرفت دولت وطن عزیزمان در عرصه بین المللی تاجیکستان عزیز را معرفی خواهیم نمود. برای مهنت ما یک تقرسک زنتون، یک لبخند کنتون، همراه ما خانتون، مخلصی ما شویتون. اگر مخلص نشده حقارت نکنه تون.